سلام بینندگان عزیز. امروز من اومدم کوه برای چیدن جیان کوهی. الان یه صدای میاد، ببینیم صدای چیه. انگار صدای گریه بچه است. یه بچه اینجاست، ببینیم چشه. سلام. سلام. اینجا چه کار میکنی؟ ها؟ بابا هم بیلم کرد افتادم تو کوه ها بیابونا. از چه تا حالا اینجایی؟ خیلی. اومدین کوه بعد ولت کردن؟ آره. چه آدمایی پیدا میشن. حالا گرسنه ای؟ چند روز غذا نخوردی؟ خیلی. من بعضی درخت‌ها رو میکنم وقتی گرسنه میشه. بدنم نگاه بدنم کن. بدنت چیشه؟ لاغر شدم از گرسنگی. نه پناهی دارم، نه جایی دارم، وای نه خدا. خونه دارم. بابا هم بیلم کرد تو کوه دشت بیابون. من امروز شام ست بود، من اینجا اومدم واسه چیدن گیاهان کوهی. دیدم صدایی میاد، اومدم ببینم چیه. الان تو رو دیدم. ببین خدا میبینه. خوششانس بودی. خیلی گرسنه‌ام. الان من یه مقدار غذا آوردم واسه خودم، ولی به تو میدم، تو بخور ممنونم. تا ببینیم چی میشه. ممنون. شما نمیخوری؟ نه من خوردم، خیلی وقت اینجام. خیلی تشنه‌ام. نه جای دارم اینجا، نه چیزی. خب الان میخوای چه کار کنی امشبو؟ امشب با سنجا خونه درست میکنم، ببینیم تا فردا چی میشه. من امروز اومدم اینجا ولی چیزی زیادی با خودم نیاوردم. ممنون. حالا اگه فردا اومدم تو امشب یه جوری سر کن تا من فردا بیام واسه چیزای دیگه میارم. تا حالا تو عمرم غذا اینجوری نخورده بودم. خیلی تشنه بودم. بخشی اسم اینا چیه؟ بخور غذاتو بخور. واقعا چه آدمایی پیدا میشن. چرا ولت کرد اینجا؟ بابام و مامانم طلاق کردن. طلاق گرفتن؟ آره. بعدش هر دوتاش نمیتونستن منو نگه دارن. بابا انداختن تو کوه بیابون. گفت نمیتونم نگه دارم. تا شبا هوا سرد نیست؟ خیلی سرده. نه لباس مناسبی داری نه کسی هم نداشتی بری پیشش؟ نه؟ عمویی، خاله، عمویی آره. داشتی؟ آره. چرا نرفتی؟ اونا
اونا خودش من بچه داشتن اونا. خب من الان میرم فردا میام واسه یه چیز میارم روش بخوابی. ممنون بابا. الان من اینجا اومدم فیلم تو رو میگیرم بعد میذارم تو یوتیوب بینندگان ببینن بهت کمک کنن در حد توانشون. بینندگان لطفا از من کمک کنید. به من کمک کنید. خب غذا تو بخور. خدا خیرت بده. کاش این میشد آدم‌های مثل تو هم بود. من خونه درست کنم. خونه رو اینجوری نمیسازم، باید نه شن باشه، سیمان باشه. اونا رو دیشب آوردن. هوا هم خیلی سرد بود. افتادم رو زمین. بعد پام زخم. بینندگان عزیزم نگاه کنید بچه تنها تو کوه بی‌پناه است. بهش کمک کنید، در حد توانتون بهش کمک کنید. اینجا شبا حشرات میان ما رو میگذنن. خیلی اینجا کردن سخته. من خیلی رنجش دنیم. شاید خدا امروز تو آورده بره. الان میخواد چه کار کنی؟ با این درخت ها خونه میسازی؟ میخوای با این درخت ها خونه بسازی؟ الان من میرم خونمون با شوهرم حرف میزنم ببینم میتونه کمکت کنه یا نه. من اینجا قدر رنج چشیدم چی ندارم. بابام بینم چه رفت. من با تنها میترسم. اینجا میترسم. خیلی قشنگه. شرمنده چه آدم کنزه. شرمنده. جای نداشت.
کوه و دشت و بیابونه، نه فنایی نه آدمی نه چیزی، فقط امروز تو رو دیدم. ببخشید شما امروز برای چی اومده بودی اینجا؟ من اینجا آمدم جان کوهی رو بچینم واسه درمون، واسه مثلا بیماری ها خوبن. آره یهو صدا تو شنیدم اومدم ببینم چیه، من خیلی دوست دارم تو رو دیدم. من خیلی دوست دارم لباس داشته باشم، جرچی برم مدرسه، دوست دارم مثل بچه های بقیه باشم. حالا من فیلم تو میگیرم میذارم یوتیوب، میبینن مردم، میبینن کمکت میکنن انشالله. خدا بزرگه. حالا بیا یکم آب بخور، یکم هستی در کو ببینیم چی میشه. بعضی وقتا اینجا شبا اینقدر سردم میشه که میخوام میخوام یخ بزنم. دیدی میشم نه پتوی دارم نه دوشکی دارم نه چیزی دارم. به نظر خودم رو سنجا و خاچو میخوابم. بزرگتر پایان کن. کار شدن. آره ای خدا. حالا این آب غذا رو امشب بخور تا فردا اگه اومدم چیزای بهتری واسه میارم. نمیدونستم اینجایی، یعنی چیز بهتری واسه میآوردم. بازم ممنون از شما. من خودم هم از بیماری خوبی ندارم ولی در حد توانم بهت کمک میکنم انشالله. از بیننده ها بخواه بهت کمک کنن. بیننده عزیز لطفاً به من کمک کنید. حالا چه استراحت کن، هوا گرمه. حشرات جزیدنه. آره وقتی چیزی نباشه که آدم توش بخوابه اینجوری میشه. حشره هست، مار هست، همه چیز هست. این تو همه چیه. واقعا پدرت بد کاری کرد. مامانم دعوا شد، بعد طلاق گرفتن، بعد عادی گفتم نمیتونم تو دعوام کنم. مامانم نمیتونم، مامانم دست منم خواسته خیلی برام اشتباه مثلا حال ندارم. با اجازه بخورم. میخوای بخوابی؟ امروز دیشب اصلا خواب نبردم از ترس مارو. باور کنی مثل شبا من اینجا از ترس اینجا میخوابم. از ترس دارم این بالش این چیزی. بینندگان عزیز لطفا کانال ما رو مشترک کنید تا به این بچه کمک کنیم در حد توانمون.
من فردا برمیگردم، چیزای بهتری واسه میارم انشالله.